5 ترفند طلایی برای کاهش مصرف سوخت. ترفند اول، تنظیم باد لاستیکا. خیلی از ما به این موضوع مهم توجه نمی‌کنیم، اما تنظیم باد لاستیکا تاثیر زیادی روی مصرف سوخت داره. لاستیکای کم باد استکاک بیشتری با سطح جاده دارن و در نتیجه موتور باید بیشتر تلاش کنه و بنزین بیشتری مصرف بشه. ترفند دوم، رانندگی با سرعت ثابت و پرهیز از شتابگیری و ترمزهای ناگهانی. رانندگی پرشتاب و ترمزهای شدید نه تنها خطرناکه، بلکه مصرف بنزین رو هم به شدت بالا میبره. ترفند سوم، سرویس دوره‌ای خودرو. انجام سرویس‌های دوره‌ای خودرو مثل تعویض فیلتر هوا و روغن موتور نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت داره. ترفند چهارم، تنظیم موتور. تنظیم موتور توسط یک متخصص میتونه به بهبود عملکرد موتور و کاهش مصرف سوخت کمک کنه. ترفند پنجم، کاهش وزن خودرو. هر چقدر ماشین سنگین‌تر باشه، بنزین بیشتری هم مصرف میکنه. وسایل اضافی و غیر ضروری رو از صندوق عقب و داخل ماشین خارج کنین تا وزن خودرو کمتر بشه.